سلام، حالت چطوره؟ چطوری هستی؟ چه خبر؟ من خوبم، تو چطوری؟ میگذره خدا رو شکر. هفته چطور بود؟ هفته خوب بود. چند تا فیلم، یه دونه فیلم دیدم، یه دونه فیلم چون واقعا وقتم نمیشه. یه فیلم مورد انتظار که این هفته بالاخره پلتفرم دیجیتال اومد دیدم. بعد موزیک گوش دادم، موزیک تمرین کردم و دیگه تو این فازم. خیلی هم عالی. تو چیکار کردی؟ من بیشتر درگیر کار بودم دیگه. یه مصاحبه کاری کردم. احتمالاً از این هفتم شروع بکنم. بیشتر هم اینستاگرام و وقت نشد. خیلی دوست داشتم، یه چند تا فیلم بود خیلی دوست داشتم ببینم ولی وقت نشد متاسفانه. آهنگم که یه همه گوش میکنن. جز روتین زندگی هم هستی. خب گفتی فیلم دیدی، فیلم چی دیدی؟ فیلم بروتالیست رو دیدم. فیلم خیلی مورد انتظاری بودش برای ایرانی‌ها مخصوصا. ما که سینما نمیتونیم بریم. خیلی هم سر و صدا کرده، توی جوایز مختلف جوایز اصلی رو برده، مثل بازیگر نقش اول آدم برودی که هم بازیگر پیانیست. فیلم پیانیست رو دیدی دیگه؟ امسال هم احتمالاً دومین اسکار خودش رو دریافت بکنه. فیلم رو دیدم، فیلم خوبی بود، فیلم بدی نبود. روند کندی داشت فیلم، حالا اسپویل نمی‌کنم داستانش رو، ولی فیلم خوبی بود. من تیزرش رو دیدم. مثلا یکی از فیلمایی که دوست داشتم ببینم همین بود. احتمالاً حالا امروز که نه ولی فردایی پس فردایی ببینمش. داستان فیلم اسپویل نکن چون خودم ندیدم. یه بگو مثلا، چون تیزرش شده بعدن خیلی امتیاز بالایی هم داشت. امتیازش هم خوبه، 7.8 الان. تا جایی که من دیروز دیدم نمرش خوبه، بد نیست. چون این فیلم 3 ساعت است، 3 ساعت و 12 دقیقه و یک کم قبل اینکه داستان بشیم یه مقدار ریتمش کند میشه فیلم. یعنی تو یه جوری اعصاب، من خودم خیلی زدم جلو، با وجودی که تو فیلم هیچ وقت کار نمی‌کنم زدم جلو. فیلم در مورد یک آرشیتکت خیلی معروف در شهر بوداپست و یه شخصی خیلی ماهره در کارش که آدم رودی نقش رو بازی میکنه و بعد از هولوکاست و اتفاقاتی که در جنگ جهانی دوم افتاد مهاجرت میکنه به آمریکا و در شهر فیلادلفیا ساکن میشه و این داستان رو میگه که چجوری این معمار، این آرشیتکت اومده و حالا به جای خیلی خوب رسیده. و فیلم بروتالیست هم که میگیم، اسم بروتالیست یکی از سبک‌های معماری هستش که بر اساس اون این فیلم رو ساختن. حالا فیلم اگه ببینید خیلی داستان جالبی داره و عملکرد بازیگری‌های خیلی خوبی هم داره و من این خیلی نکته من خیلی جذاب کرد فیلم برای من. یکم بیشتر اگه وقتم اسپویل نکنه ولی مثلا بگو بعد از صداقات مثلا چه اتفاقایی برش میفته، گفتم فیلادلفیا چی میشه. این بخش مهمی که و بخش اصلی که به نظرم من رو به این فیلم کشوند و دیدم و ادامه دادم این 3 ساعت این فیلم رو، من که فیلم برداری خوبی داشت، من خیلی واقعا لذت بردم از این. حالا جدا از اون موضوعش رو که من میخوام بدونم که من این فیلم رو ببینم یا نه، داره در مورد اون استراگل ها، اون مشکلات مهاجرت صحبت میکنه و نشون دقیقا میده که یک شخص خارجی وقتی وارد یک جامعه آمریکایی میشه چه مشکلاتی رو داره. شما لایسنس نداری، شما وقتی توی نیویورک، توی فیلادلفیا، هر جایی میخواین کاری انجام بدین، حالا اون موقع دارم میگم، حالا قطعا همینجوری هست، بعد برای لایسنس داشته باشین و اون شخصی که در شهر خودش ساختمان‌های خیلی زیبایی رو ساخت، ساختمان‌های خیلی خفن و عالی رو ساخت، این شخص اومد اینجا و کسی بهش کار نمیداد و کارگر شده بود اونجا، چون لایسنس نداشت، هیچ کی اینو اعتماد نداشت بهش. و خب این یکی از مشکلات مهاجرته برای ایرانی‌ها پیش اومده و همینجوری پیش میاد تمام کشورها، همه افرادی که یعنی مهاجرت میکنن به یک کشور دیگه. و این فیلم رو این بیس داره میره جلو، مشکلات مهاجرت، پیشرفت و اتفاقهایی که ممکن براتون بیفته در مهاجرت. خب من خیلی خودم به مهاجرت فکر میکنم ولی سختیاش هست، مشکلاتش هست. میگم دیگه از یه جامعه وارد یه جامعه نیستم، فرهنگ من با فرهنگ اون خیلی فرق داره، یعنی اون حجم از تغییرات خیلی فشار میاره. حالا اون جامعه هم تو رو ممکنه پس بزنه، مثلا طرف بفهمه تو اهل فلان کشوری، مثلا اون چیزی که داری میگی الان دیگه پس بزنه و فشار روانی خیلی زیادی داره. و یه نکته که هست من در مورد این فیلم بگم، این فیلم به یه سری جنبش ها هم اشاره میکنه.
حالا اشاره دقیقی نمیکنه ولی خب یکی از بازیگرها که گای پیرس یا پیرس اسمش هست که بازیگر معروفی هست تو فیلم الی کانفیدنشال بازی کرده، یه اتفاق در پایان فیلم افتاد، من اسپویل نمیکنم، که این رو مربوط کرد به جنبش میوتو، این داستان‌ها، و دوباره اشاره کرد به داستانی که برای کوین اسپیسی پیش اومده بود و اون مسائل جنجال برانگیز کوین اسپیسی که باعث شد از سریال معروف هاوس آف کاردز نتفلیکس اخراج بشه و اگه دیده باشین سریالو، از فصل 5 بعد کوین اسپیسی نیست در این سریال و نابود کرد سریال به این فوق‌العاده‌ای رو. و فیلم به هر حال سر و صدایه و امسال تو مراسم اسکار مطمئناً جایزه خواهد برد، بهترین کارگردان و بهترین بازیگر رو خیلی احتمال، بازیگر نقش اول مرد رو احتمال داره بره که آدریان بروده میتونه دومین اسکار خودش رو امسال بگیره، بازیگر پیانیست. مثلا بازیگر مورد علاقه منم هستش، سریال و فیلم خیلی خوب، مثلا پیکی بلایندرز بازی کرد فصل 3 یا 4 فکر کنم. آره اون بخش ایتالیاییش جنگی بینشون اتفاق افتاده بود اونجا بازی کرده بود. میگم این بازیگر مورد علاقه هم کردن، خیلی هم هنرمنده واقعا. ولی خب برگردیم سر مهاجرت و مشکلاتی که داره. برای دیگه همه میدونن دیگه از یه حدی بعد آدم صبرش لبریز میشه، مجبور میشه، در واقع انتخاب خودش نیست، مجبور میشه حالا از کشورش، از شهرش، حالا از هر جایی مهاجرت کنه به یه جای دیگه. حالا نگیم از کشور، از خود شهر هم مثلا از این شهر مهاجرت کنی بری ایران، دیگه کلی قوم داریم، خیلی قشرهای متفاوت داریم، فرهنگ‌های متفاوت داریم. قطعا فرهنگ منی که تو این شهر زندگی میکنه با فرهنگ کسی که بر فرض مثلا جنوب کشور داره زندگی میکنه فرق میکنه. حالا دیگه خارج از کشورشه که دیگه خیلی بدتر، مثلا قاره‌های مختلف، مثلا تو به چین که اصلا یه دفعه یه غذایی میزنن که نمیدونی چی هست باید بخوری. مشکلات مهاجرت یکم درباره اون صحبت کنیم. ببین یه چیزی که هست، ما تو زندگی روزمره‌مون خیلی میشنویم از افراد بزرگسال، افرادی که اطرافمون هستن، میگن مهاجرت نکن خیلی سخته. ببین به نظرم شما برای پیشرفت توی زندگیتون هر کاری میخواین انجام بدید، میخواین مهاجرت بکنید، میخواین به دانشگاهی برید، میخواین یک وضع مالی خوب داشته باشین، باید فداکاری بکنید، باید سختی رو بگذرونید. مهاجرت این نیست که من بلیط بگیرم برم کشوری مثل نمیدونم کانادا، ایالات متحده یا هر جای دیگه و بگم من زندگیم راحت شده. فرامون نه، یه سری کانسیکوئنس های، سری عواقبی داره. چند سال اول که خیلی سخته برای آدم. دقیقاً. و حالا ما اگه بخوایم اینو دوباره مربوط کنیم به این فیلم هم بهتون نشون میده که چقدر این پروسه سخته ولی نتیجه داره در پایانش. اگه شما تلاش بکنید و این سختی رو بگذرونید، در پایان یک روز آفتابی رو میتونید توی زندگیتون تجربه بکنید. و این خیلی نکته مهمه که تو ذهن باشه. خب باز ببین به نظرم آدم به طریقای دیگه مهاجرت کنه بهتره. مثلا تو مهاجرت تحصیلی بکنی قطعاً تو 4 سالی که بعد سختی بکشی میشه 1 سال، میشه 2 سال. ولی دیگه باز وضع مالی و اینا مطرحه، هرچقدر وضع مالی بهتر باشه آسان‌تره براتون قضیه. دقیقاً. این مهاجرت تحصیلی در حال حاضر، این فیلم که مال دوران هیتلر رو به هر حال جنگ جهانیه، اون موقع که نبود چیزای تحصیلی اینا، دی مردم مهاجرت میکنن. خب سختگیرانه‌تر شدن، این سختگیری بیشتری میکنن کشورها و در حال حاضر برای مثلا کشور مثل آمریکا بهترین راه برای مهاجرت در حال حاضر مهاجرت تحصیلیه. یعنی شما با تحصیلات آکادمیکی دارید، با یک رزومه خوب میتونید به کشور مهاجرت بکنید و این سیف ترین مسیره. حالا یه سری اتفاقا هم افتاد شاید شنیده باشی که ایرانی ها دیپورت شدن به پاناما، دلیلش این بود که فقط رفتن آمریکا و دیپورت شدن، نه اصلا به صورت غیر قانونی رفتن. ترامپ اومدش یه مساوی چیزی امضا زده بود، فکر کنم 2 هفته پیش بود این قضیه، گفتش آره مثلا ما از ایرانی داخل دانشگاه استقبال می‌کنیم، بعدش بهشون گرین کارت میدیم، همه این داستانا. چند روز گذشت دیدم زده همون ایرانی‌ها دیپورت شدن از آمریکا، اصلا رفتن وسط یه جنگل اینا رو نگه داشتن. الان ترامپ خودش دیگه تکلیفش با خودش مشخص نیست، آخر میخواد چیکار بکنه. حالا ترامپ الان به حال تو مدیا اگه ببینین تو اینستاگرام همه علیهشن. بعد مدیا به حال سمت یک به حال جنبش که نمیتونیم بگیم لیبرالیسم در اونجا در اینستاگرام داره داد میزنه فعلا در حال حاضر و خب این طبیعیه که حالا مجله ها و روزنامه مثل نیویورک تایمز، شوهای معروف مثل جیمی کیمل، اینا همه علیه
دونالد ترامپ هستن. ولی خب این کارهایی که داره انجام میده بعضیاش هم قابل دفاع هست، مثل این قضیه مهاجرت ها، و داره میگه مهاجرهای غیر قانونی از کشور بیان بیرون. و حالا اینجا یه سری مشکل هم خورده که اگه اینو شنیده باشی، یه سری میگن ما بریم آمریکا بچه بیاد که خودمون بتونیم اونجا بمونیم. خب یه چیزی فکتی شده برای خیلی‌ها. دونالد ترامپ می‌خواد این قضیه رو برداره که بگه کسی میتونه شهروند آمریکا بشه که پدر و مادرش آمریکایی باشن، یعنی میخواست خونی بکنه، به جای که من اطلاع دارم. و یک فرمان اجرایی داده دونالد ترامپ و اینو قبول نکردن، چون مثل که تو قانون اساسی آمریکا موضوع هست که هر شخصی بیاد آمریکا و بچهش اونجا دنیا بیاد، اون بچهش آمریکایی میشه. و اینو دونالد ترامپ میخواست برداره که میگه من نمیخوام. میونه کلامت بکنم ترامپ تازه هری پاتر تازگی‌ها دیده. اون یه قسمتی هم یکی دو قسمت بودش بحث اونایی که پدر مادرشون هم کثیف ساده همچین چیزی هم میکشتن. آره ماگل. آره دونالد این کار میخواست انجام بده، ولی خب یه سری قاضی‌های فدرالی مانع شدن، چون گفتن این در قانون اساسی آمریکاست و تو نمیتونی قانون اساسی آمریکا رو با یک فرمان اجرایی لغو بکنی و این راحتی ها نیست. حالا ترامپ میگه مشکلش اینه که من همیشه میگم علوم سیاسی و حقوق همه چیزی نخونده، فکر میکنه با یه بشکن بیزنسمنه، با یه بشکن میتونم کار انجام بدم و این سر انتقادهای قطعا بهش هستش. به فکر سود کشورش حالا، ولی خب دیگه به اون عواقبش فکر نمی‌کنه، بیشتر اون لحظه است به نظر. دقیقاً. کار البته میونه حرفت من یه معرفی هم بکنم به همه، این بحثش که شدش یه فیلمی هم جدیدن اومده، فیلم اپیرنس فکر میکنم، فیلمی که از دونالد ترامپ ساخته شده، بیوگرافیه دونالد ترامپ هست و یکی از بازیگر اصلیش هم کاندید اسکار شده. این فیلم در مورد اینه که دونالد ترامپ چجوری اومده به اینجا رسیده و اینم میتونیم ببینیم. فیلم خوبیه. آره خب شد 2 تا فیلم دیگه. آره 2 تا فیلم. آره اینو 3 هفته پیش دیدم. خب به ذهنم رسید فیلم جالبیه. خب من پس این هفته یکم تایم‌ها رو جابجا کنم، 2 تا رو بتونم ببینم. اول اون یکی رو می‌بینم. فیلم اپیرنس از آقای عباسی که کارگردان ایرانی هم هست اتفاقا. یه فیلمی هم جدیدن، خب یه سینمای زیرزمین ایران خیلی فیلم‌های قشنگی دارن جدیدن میسازن. یه فیلم اومده دارن اسمش یادم رفت، کارگردانش زن و شوهر بودن، نمیدونم خبرش رو خوندی یا نه، که اصلا چیز کاندید اسکار هم شدن بازیگرش امسال. آره همین چند ماه هم نمیرسه، همین چند هفته پیش بود، درباره زندگی یه پیرمرد و پیرزن ایرانیه، مثلا زندگی عادیشون. میدونم یه آقای، من اسمشون یادم رفت، نمیخوام اطلاعات غلط بدم توی ویدیو، ولی آقای از ایرانی هستن که ساده از ایران هم فرار کردن به نوعی. توی اسکار کاندید شده فیلمش برای بهترین فیلم اینترنشنال. اسم فیلمم نمیدونم و نمیدونم تو پلتفرم دیجیتال اومده یا نه. برای اون فیلمم سر و صدا کرده و حالا کاندید اسکار هم شده برای بهترین فیلم بین‌المللی. حالا برگردیم مهاجرت باز. مثلا این مهاجرت یه بحث خیلی گسترده، یعنی مثلا الان نمیشه مثلا من خودم بخوام مهاجرت بکنم نمیتونم الان بگم من میخوام برم همین فردا من برم. یه بعد پشتش یا آدم فکر کنی یا آدم بعد اون پشتیبانی مالی رو داشته باشی، پشتیبانی تحصیلی علمش رو داشته باشی. حتی همین برای خود مهاجرت تحصیلی خیلی طول میکشه. یعنی مثلا تو حتی دکترای رشته خودت داشته باش، شاید 5 سال 6 سال طول بکشه که تا اون دانشگاه مثلا تو رو تایید بکنه که تو بری. باز همشون برمیگردن به اون سختیایی که داره. حالا من دیدم خودم کسایی رو که رفتن یه کشور خیلی خوب الان زندگیشون رو میکنن، ولی اون 1 سال 2 سال اول حتی داخل همون بیهوش شده بود از شدت خستگی و شدت فشار روانی که روشه. چون مثلا تو این آمریکا مثلا بریم کشوری که زبانشون انگلیسی، خب ایرانیا خود جدا از فارسی اکثرا انگلیسی هم بلدن. مثلا یک کشور برفرض اروپایی تو بری، مثلا آلمان یا مثلا کشورهای دیگه، یعنی زبونشون مثلا زبان سومی هم بعد تو بریم مثلا شرق هم مثلا چین بری، ژاپن بری، اینا بری، کره بری، یه زبان سومی هم بعد یاد بگیری. این دیگه همه برمیگرده اون سختی‌های مهاجرت و اون مثلا 1 سال اولی که تو در کنار کل اون کارهایی که باید بکنی اون زبون هم باید یاد بگیری. تو برفرض می‌خوای بری آمریکا، تو مهاجرت کنی کدوم کشور میری اصلا؟
من اگه بخوام مهاجرت بکنم در حال حاضر آمریکا رو انتخاب میتونم بکنم و در گزینه بعدی بریتانیا. البته بریتانیا کشور گرونیه. بریتانیا که کشور نیست، منظورم اون اسکاتلند و انگلستانه. کشور انگلستان و اسکاتلند هزینه تحصیلیشون بالاه و شما لندن رو هم اگه برید تحقیق بکنید شهر بسیار گرونیه. یکی از گرون‌ترین هزینه زندگیش خیلی بالاست لندن. و حالا آمریکا شما میتونید انعطاف پذیرتر باشین، جایی رو پیدا کنید که هزینه‌تون پایین‌تر باشه. کانادا گرون‌تره، تکسش بالاتره، ولی خب در حال حاضر من ایران یا کانادا بهتره. من ایرانی بهتره. بیشترن. بیشتر. یه جوری ایران دوم داره میشه الان. مثلا به تورنتو میگن ترانتو دیگه. دقیقاً آره. و حالا این بحث کانادا هم که کردیم، من چیزی خیلی ناراحت شدم این بوده که امسال تا فکر کنم فوریه این مهلت هست که ایرانی‌ها میتونن برن ویزای توریستیشون رو تبدیل میکنن به ویزای کاری، میرن کانادا به راحتی و این کار رو انجام میدن. البته که الان که آقای ترامپ اومده دیگه کنسل داره میشه این قضیه، هرچند که تا فوریه هم مهلت بود. خلاصه یه سری ایرانی رفتن اونجا، من دوستانم که اونجا هستن میگن یه سری آشنایان، و واقعا نمیگم گدا شدن ولی وضعیت خوبی ندارن اصلا. همین بحثو داریم میکنیم که ما با پشتیبانه مهاجرت بکنیم و فقط نگیم من برم کشور دیگه، فقط بعد یک نمیدونم تحصیل بکنیم اونجا که یه پشتوانه‌ای داشته باشیم. و خیلی وضعیت بدی دارن فعلا یک سری از ایرانی‌ها، وضعیت بدی دارن به کشور مثل کانادا. من اصلا یکی از دوستای خودم بود چند سال میشه رفته، مثلا فامیل و اینا اونجا بودن کانادا، اینا رفتن با اینکه اون پشتیبان مالی بودش، وضع مالیشون خیلی خوب بود، رفتن ولی خب یه دفعه اون تفاوت قیمت ها باعث شد این تا 3 سال اول 2.5 الی 3 سال تو بیسمنت خونه فامیلشون زندگی میکرد. یعنی اون پول براش یعنی اونقدر نبود که بتونه یه خونه جداگانه برای خودش بگیره. بعد این ماجراست همینه. کانسیکوئنس عواقب نه همه از بعد اینا رو بپذیری از قبل و بعد بری سمتش. تو گفتی آمریکا، چرا آمریکا؟ حالا آمریکا چی دیدی که میخوای بری آمریکا؟ ببین آمریکا الان که علاوه تحصیلی ما بخوام صحبت بکنیم، بهترین کشور یعنی تاپ ترین دانشگاه جهان در آمریکا هستن. حالا دانشگاه هاروارد بگیرین، UCLA، نمیدونم دانشگاه کلمبیا، نیویورک. و خب من دلیل شخصی هم دارم، من خیلی دوست دارم آمریکا رو و واقعیتش اینه که این شوهایی که ما در بچگی دیدیم واقعا بیشترش در آمریکا بوده و این اومده واقعا تاثیر گذاشته روی ما. ولی خب من دلیل اصلیم بیشتر دانشگاه‌های خوبشه که خیلی واقعا هر شخص آرزوشه و بهترین کشور در جهان فعلا آمریکا، لحاظ اقتصادی، لحاظ تحصیلی. ولی خب الان خب داره کم کم میاد پایین به دلایل مختلف. چین داره میاد جاش رو میگیره، اون یه بحث بر جدایی. مثلا آمریکا داره فعلا یه مقدار داره سقوط میکنه. کدوم ایالتشو بیشتر دوست داری؟ من ایالت کالیفرنیا رو خیلی دوست دارم. اگه بخوام زندگی کنم نیویورک، چون که اتفاقا شنیده بودم یکی از دوستام اونجاست میگه تو کالیفرنیا خیلی گرونه. وضعیت کسی که مهاجرت میکنه اصلا خوب نیست. کالیفرنیا تکسش بالا، یه جوری مثل کانادا میمونه، مثل ونکوور کانادا، خیلی گرونه. ولی خب نیویورک میتونه یک انتخاب بسیار جذاب و مقرون به صرفه باشه در افرادی که مهاجرت میکنن. ولی شلوغه، خیلی شلوغه، کثیفه. آره خب یه شلوغ هستش کثیف. میتونی شیکاگو هم انتخاب کنی. شیکاگو معروف به اینه که این نیویورک ولی تمیز. شیکاگو حالا یه سری شوهای معروف مثل شیملس هم اونجا ساخته شده، خیلی عاشق شیکاگو هم هستن. آره. ولی ببین مثلا اون تیکه‌ای که گفتی که مثلا آمریکا لحاظ اقتصادی و اینا حرف اولو میزنه، ببین من خودم به شخصه بخوام مهاجرت بکنم اقتصاد کشور برام مهم نیست. وضعیت زندگی من تو اون کشور برام مهمه. من اروپا رو ترجیح میدم تا آمریکا. اون کشور دانمارک. من فکر کنم قبلا بهت گفتم فکر کنم اینکه مثلا یه حقوق پایه‌ای برای کل اون قشری که توش کار میکنن داره. یعنی تو رفتگر باشی، تو مهندس باشی، تو دکتر باشی، هر چی باشی، حقوق پایه‌ای به همتون میداده با نسبت به اون کاری که مثلا میکنی یکم بالا پایین میشه. من نگاه میکنم داخل حالا اون دانمارک یا هر کشور دیگه میتونم زندگی بهتری داشته باشم تا اون آمریکا.
این بحثی که میکنه اتفاقا توی مهمانی هم که بودیم یه آقای دکتری صحبت میکردن تو آلمان تحصیل کرده بودش، در مورد همین بحث میگفت که همه برابر هم تو جایی مثل دانمارک که میگی. ببین سیستم توی آمریکا سیستم سرمایه‌داریه، باید بپذیریم این سیستم سرمایه‌داری و سیستمش با دانمارک فرق داره و میگم حالا طبق اون برنامه‌ای که داری باید خود انتخاب بکنید. ولی خب کشور اروپایی مثل دانمارک یا حتی اتریش فکر می‌کنم، اتریش مطمئن نیستم نمیدونم، این کشورها با این سیستم میچرخن که خب همه یک نرخ به هر حال مساوی رو میگیرن، چه دکتر چه کارگر، و سیستمشون به هر حال اینجوریه. درست میگی، یعنی اگه دوست داریم انتخاب خیلی منطقی میتونه برای تو باشه. ولی خب مثلا گفتی شیکاگو همون نیویورک تمیزترش، دانمارک همون آلمانه ولی خلوت‌ترش. مثلا آلمان بری خیلی مثلا ایرانی توش میبینی، افغانی توش میبینی، پاکستانی توش میبینی، اون بر حالا شرق آسیا مثلا چین و کره اینا توش میبینی. ولی دانمارک نه، دانمارک خیلی سخت قبول میکنه. ولی خب اگه قبول بکنه دیگه زندگی تو ساختی. ژاپن هم دوست دارم، ولی یعنی نه برای زندگی، برای تجربه دوست دارم. مثلا 1 سال 2 سال توش زندگی، یعنی برای تا ابد نه، یه مدتی توش باشم. ژاپن هم گفت من یاد یک باز من قبلا خیلی فیلم می‌دیدم، یعنی شاید روزی یه فیلم می‌دیدم. یه فیلم هست به نام Lost in Translation که بیل مورای توش بازی می‌کنه و اسکارلت جانسون. اسکارلت جانسون که همه میشناسن، تو هم میشناسی. حالا به دلیل هم به هر حال به دلیل به هر حال زیبایی و قیافه‌ای که داره، فیلم‌های خوبی هم بازی و همچنین فیلم مارول بازی کرده، خیلی معروفه که شخصیت بلک چی بود اسمش؟ بلک ویدو رو داشته. آره این فیلم توی ژاپن، توی فکر می‌کنم توکیو اتفاق میفته. اون فیلم منو خیلی جذب کرد به سمت ژاپن و یکی از مقصدهایی شد که من آینده دوست دارم اونجا سفر بکنم. اصلا ببین ژاپن الان داره داخل سال 20 اصلا 20 هم نمیشه گفت، 3000 به بعد داره زندگی میکنه. مثلا آینده کل دنیا ژاپنه. مثلا از لحاظ فرهنگ بگیر، از لحاظ اون ساخت و سازش بگیر، اون مدیریتش بگیر، از همه لحاظ اصلا این واقعا از جنگ جهانی به بعد داری نگاه میکنی ژاپن بیشترین پیشرفت رو داشته. حالا باز آمریکا پیشرفتشو کرده، ولی این نگاه بکنی باز خرابی که رو آلمان بود ژاپن کمتر خراب شد. مثلا حالا هیروشیما اینا بودن فقط. وارد اون بحث نشیم. ژاپن رو دوست دارم، دانمارک رو دوست دارم. خب ژاپن زبونش هم سخته دیگه، ولی آره نه حالا در حد دیگه حالا انگلیسی ما جمع میکنیم به سفر یه هفته میریم انگلیسی اوکی میکنیم کارو. ولی خب در مورد ژاپن میتونه سفر خیلی خوبی باشه. ژاپن، چین هم خیلی پیشرفت کرده الان و حالا ما قبلا مسخره میکردیم گفتیم ماشین چینی اومده فلان، ولی مطمئن باشید سال آینده چین حتی لازم ماشین هم مسخره میکردیم. اصلا یه بحث دیگه هم هست. ببین خب الان تو خودت یه کشور رو اداره بکنی، بخوای به مثلا تو یه کشور تولید کننده ای میخوای حالا به یه کشورهای دیگه اون محصولات رو وارد بکنی. مثلا یکیش یه کشور مثل آمریکا باشه، یکیش یه کشور مثل افغانستان باشه. ایران رو مثال نزن، مثل افغانستان باشه. و تو نمیای اون جنس درجه‌ای که تو بفرستی افغانستان، که جنس درجه‌ای که تو میفرستی آمریکا، جنس درجه 3 4 تو میفرستی افغانستان. این بحث اینم هست. من میخوام آمریکایی هم که مثال میزنی خیلی از جنساش چینی ان. خب جنسای چینی خوبی ان. مثلا ماشینی که میاد کشور ما، اون ماشین حالا آمریکا نمیره. یا آیفونی که ما استفاده می‌کنیم از چین میاد، یا مدلش خود چین میسازه و نباید دست کم گرفتن من کشور چین و کسی هم در اون جاهای بالا تو سیاست میترسن حتی به نظر من، چون در حال یک رایزه، یک قدرتی داره میشه برای خودش داره میاد بالا و من مواظبش باشم. حالا بخوایم ویدیو امروز رو یه نتیجه گیری بکنیم، بیشتر در مورد مهاجرت حرف زدیم، حالا یکم در مورد سیاست آمریکا. امروز اگه بخوام یک لیست کامل بدم، من که واقعا پیشنهاد میکنم فیلم Lost in Translation رو ببینیم، اونا که سفر مخصوصا خیلی دوست دارن. و حالا اینو توی ویدیو بعدی بیشتر صحبت می‌کنم. فیلم‌ها رو بیشتر نکن خواهشاً. الان شد 3 تا. نه میخوام همینا 3 تا رو میخوام مرور کنم. و میخوام بگم این فیلم‌ها رو معرفی کردیم. Lost in Translation بود، بروتالیست بود و یه فیلم دیگه معرفی کردم
فیلم اپیرنس که در مورد زندگی نامه دونالد ترامپه. یعنی کسی که توی فاز موفقیت نمیدونم بیزنس هستین این فیلم رو ببین حتما. فیلم فاز سفر هستین، دوست دارین سفر برین، فیلم لاست این ترنسلیشن. و اگه اطلاعات تاریخیتون میخواد بیشتر بشه و علاقه‌مندین به معماری میتونیم فیلم بروتالیست رو ببینیم که یه فیلم چهارم هم بگم. بگو. یه فیلم تو هم گفته باشی. یه فیلم ساختن برای استیو جابز. خب چند تا فیلم ساختن؟ خب کدومش؟ 2012 یا 2012 چی جوریه جابز 12 فکر کنم اسمش. آره. همون زندگی استیو جابز. آره. چی بودش، چه مشکلاتی رو سپری کرد که برسه به اپلی که الان هست. آره. اونم فیلم واقعا جذابیه. اون ببین 2 تا نسخه داره، همونجوری خودت گفتی. من 2012 شو ندیدم. 2012 شو ببین. آره اون نمرش خیلی پایین بود ندیدم. نه 2012 حتما ببین. آره. من 15 شو دیدم. 2015 داشت حمله میکرد خیلی به استیو جابز، یک شخصیه که بچه دار شد و بچه‌شو رها میکنه، بچه‌شو به گردن نمیگیره. حالا داستان داره. نه من 2012 قشنگ اون مشکلاتی که سپری کرد، اون مثلا یه برنامه‌ای مینوشت، میرفت اونو حل می‌کرد. یعنی مثلا به مشکلی برمی‌خورد اونو حل می‌کرد. یعنی مثلا کسایی که داخل کامپیوتر فعالن خیلی میتونه فیلم جذابی باشه براشون. این فیلم چهارمی که حالا باز بیشتر قطعا صحبت می‌کنم در مورد زندگی‌های مثل افراد موفق. واقعا به نظرم خیلی مفیده مطالعه کردن، مثل چیت کد میمونه مطالعه کردن زندگی افراد. حتی مثلا یه درسی ازشون میتونی بگیری وارد زندگی خودت موفق‌تر بشی. 4 تا فیلم شد. قرار بود یه دونه فیلم باشه ولی شد 4 تا فیلم شد. آره. حالا اگه پیشنهاد دیگه هم داشتی میتونید توی کامنت ها بگین که چه فیلم‌های مورد علاقه‌تون بگین. آره. من خودم خب خیلی فیلم هستم مورد علاقه. من خدا سعی می‌کنم بعداً بگم. امروز دیگه بیشتر از این 4 تا شد الان. آره. خیلی دوست داشتم راجع به حالا آهنگم حرف بزنیم، سبک‌های موسیقی، ترکایی که دوست داریم. حالا باشه برای ویدیوهای بعدی. امروز یکم طولانی نکنیمش بیشتر از این. میام دیگه. حالا در مهاجرت حرف زدیم، سیاست آمریکا، فیلم معرفی کردیم. بحث چین رو دوست دارم، حالا بعدا ادامه میدیم. حتما ادامه میدیم. و یه نکته آخرم که بگم، بحثی که در مورد مهاجرت کردیم اصلا به این معنی نبود که مهاجرت خوب نیستش. بحث ما این بود که هر کاری، نه مهاجرت، هر کاری انجام میدیم با فکر اون کار رو انجام بدیم و برنامه‌ریزی اون کار رو انجام بدیم و بعد بریم و اون کار رو انجام بدیم. نه اینکه خب بخوای بری یه سوپری خرید بکنی، خب بدون برنامه بری میشینی فقط نگاه میکنی. ولی تو بگی آقا من میخوام برفرض این اسید با این مارکو بگیرم، خب میری همون دست میداری روش میگیری، سریع کارتو انجام میدی کاملا. و حالا بعدش دیگه ببینیم آقا من چه خرج اضافه‌ای کردم و اینا دیگه نیستش. برنامه‌ریزی یعنی هر چیزی تو زندگی آدم، برنامه‌ریزی و هدف، این دوتا به نظرم کارت طلایی هم داخل زندگی آدم. دقیقاً. دیگه بیشتر از این طولانیش نکنیم. خیلی خوشحال شدم ویدیومو دیدین امروز. سابسکرایب کنین، کامنت بذارین. حالا نظری داشتین، فوش هم خواستین بدین دیگه. ما فوشخورمون هم ملسه. دوستتون دارم. حالا تا ویدیو بعدی خداحافظ.